أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه بل له ما في السماوات والأرض كل له قانتون بديع السماوات والأرض وإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. صدق الله مولانا العظيم. اللهم صل على سيدنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم أنت العليم الحكيم. در آیات گذشته جواب شبهات و پاسخ اشکالات بعضی از یهود بود، اهل کتاب بود، و همچنین زجر و سرزنش بر اقوال ناروا و نادرست اونها. در آخر اون بحث خواندیم که وقالت الیهود لیست النصارى علی شیء. یهودیان میگفتند که نصارا بر باطلند، علی شیء نیستند. نصارا میگفتند لیست الیهود علی شیء. و بعد فرمود كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم. مردم مکه، مشرکین مکه، جهلاء مکه، اونهایی که لا یعلمون بودند، چیزی نمیدانستند، اینها هم مثل اونها میگفتند. یعنی اینها میگفتند که ما بر حقیم، یهود و نصارا بر هیچی نیستند. پس همه همدیگر را بر باطل میدانستند. و بعد خواندیم زجر بر اقوال و افعال اونها، سرزنش بر اقوال و افعال اونها. من جمله افعال اونها و من اظلم ممن منع مساجد الله ان یذکر فیها اسمه. از مساجد الهی، از نماز، از عبادت باز می داشتن. و قالوا اتخذ الله ولدا. این یکی دیگر از زجر و سرزنش هست بر اقوال اونها می گفتن خداوند فرزند گرفته. منظور از ولد نائب است. خداوند نائبی برای خودش انتخاب کرده. این همه می گفتند. یهودی ها می گفتند عزیر را به فرزندی گرفته. مسیحیان می گفتند عیسی را به فرزندی انتخاب کرده. و مشرکین می گفتند ملائکه را به فرزندی و به دختری انتخاب کرده. الله عزوجل همه اینها را سرزنش می فرماید. و قالوا اتخذ الله ولدا. خداوند فرزند انتخاب کرده، یعنی نائب. سبحانه، الله پاک است. اینا الله را نشناختند که چنین نسبتهای ناروایی به الله می دهند. الله پاک است از فرزند انتخاب کردن، از دختر انتخاب کردن. بل له، این جوابشون است، بل له ما فی السماوات والارض. بلکه آنچه که در آسمان ها و زمین است مال خداست، یعنی مملوک خداست. همه مملوکند و خدا مالک همه هست. مالک چطور مملوک خودش را به عنوان فرزند و به عنوان نائب انتخاب می کند؟ کل له قانتون. هر چی هستند، چه ملائکه، چه انبیا، چه صالحان، همه تابع دستور خدا هستند. همه در مقابل الله تابعند، فرمانبر محض هستند. و الله اون ذاتی است که بدیع السماوات والارض. در امور تکوینی الله از ابتدا و از آغاز آفریننده آسمان ها و زمین، یعنی تمام عالم هست. او نیازی به فرزند نداره. کسی به فرزند نیاز داشته باشه که محتاج باشه، ضعیف باشه،
الله عزوجل قدرتش اینه که و اذا قضا امرا فانما یقول له کن فیکون. هرگاه فیصله بفرماید، فیصله امری جز این نیست که او را میگوید کن به وجود بیا، فیکون، او به وجود میاد. پس ببینید این عقیده که خداوند نائب دارد، این عقیده در واقع ضعف خدای عزوجل را العیاذ بالله میرساند. خدای تعالی در مقابل این عقیده عکس العمل و واکنش شدید نشان دادن. بل له ما فی السماوات والارض بدیع السماوات والارض. خدا هر وقتی که چیزی را بخواد به وجود بیاره نیاز به نائب نداره که به او بسپاره این منطقه را. چون اهل خرافات و اهل شرک امروز همین میگویند خدای تعالی منطقه سیستان و بلوچستان را به یکی از اولیاء داده، منطقه افغانستان را به یکی داده، به 5 داده، مشهد را به کسی داده، نمیدونم تهران را به کسی داده، مدینه را به کسی. الله نیازی نداره. الله را چرا به پادشاهان شما قیاس میکنید که تقسیم قدرت بکنه؟ الله قدرتش اینطوره که اذا قضا امرا فانما یقول له کن فیکون. لذا اعتقاد نائب داشتن و نائب گرفتن و برای امور را به گروهی سپردن، این اعتقاد با روح قرآنی در تضاد است. الله عزوجل نیاز ندارد و اذا قضا امرا فانما یقول له کن فیکون. جز این نیست که میاد باش به وجود بیا، او میشه، او به وجود میاد. وقال الذين لا يعلمون. خب قبلا بحث بنی اسرائیل بود، الان بحث مشرکین هم همراه شد. چون که اونجا آمدیم، اونجا خواندیم یهود نصارا را قبول نداره، نصارا یهود را، همچنین گروه سوم از اهل باطل مشرکین هر دو را. بعد مقالات همه ذکر شد، سرزنش بر اقوال همه ذکر شد، هر یکی یک عقیده فاسدی دارد. وقال الذين لا يعلمون. باز هم زجر دیگر، زجر پنجم هست، سرزنش پنجم هست بر قول باطل مشرکان. قال الذين لا يعلمون اهل مکه هستند و امیهای مکه هستند. این امیها چی میگویند؟ اینها میگویند که چرا خدا خودش با ما صحبت نمیکنه؟ العیاذ بالله. به شما چی بگه؟ به ما بگه که این پیغمبر را من فرستادم. الله عزوجل می فرماید که اینها اصلا لا یعلمون خودش جوابش هست، اینا نمیدونند که الله عزوجل با هیچ مخلوقی در این دنیا روبرو نمیشه و صحبت نمی کند. اگر با انبیا فقط هم کلام شده، اونها از موارد وحی هستند. و بعض میگن خب چرا آیه و نشانه خدا به ما نشون نمیده؟ آیه و نشونه اگر خدا نشون بده، اون قانون الهی است که به هر قومی که آیه و نشانه نشون بده و بعد ایمان نیاورند، اون قوم را چی میکند؟ نابود میکند. و در تقدیر اهل مکه نابودی نیست، استیصال نیست. خدا نمیخواد اینها را نابود بکنه، از بین ببره، چون در آینده ایمان مقدرشون هست انشاءالله، چنانچه در آینده میشه. لذا این جواب. وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمنا الله. گفتند کسانی که نمیدانستند چرا الله با ما کلام نمیشه، سخن نمیگوید. این شبهه اول. او تأتینا آیه، یا چرا الله برای ما نمی آورد آیه، یعنی نمی آید پیش ما نشانه، اون نشانه که ما می خواهیم. الله جواب میده كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم. اینگونه گفتند کسانی که قبل از اینها بودن، مثل سخن اینها، یعنی در امتهای گذشته مخاطبین انبیا، جهلای اون امتها هم مثل همین گفتند. اونا هم گفتند چرا خدا با ما صحبت نمیکنه.
اونا هم گفتن چرا آیه و معجزه‌ای که ما می طلبیم نمیاد، مطلوبه ما نمیاد. تشابهت قلوبهم، این موافقت قولی اینها به خاطر موافقت قلبی اینهاست. تشابهت قلوبهم، دلهای اینها شبیه هم است در چی؟ پایینش بنویسه در کج فهمی. اینا خدا را نشناختن که اینطور میگویند. در کج فهمی، در نفهمی اینها مثل هم هستند، دلشون مثل هم هستند. قد بینا الآیات لقوم یوقنون. الله عزوجل این شبهه دوم را جواب میده که چرا آیه نمیاد. الله میفهمه یک آیه نه، ما خیلی آیات فرستادیم، آیات زیادی ما توضیح دادیم. ببینید همین قرآن خودش آیه‌ای هست، آسمان آیه‌ای هست، زمین آیه‌ای هست. ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنهار لآیات. الله یکی دو آیه نه، آیه ها فرستاده. لذا قد بینا الآیات، ما آیات را توضیح دادیم. اما برای کی؟ چی کسی میفهمن؟ نه این کودن ها. لقوم یوقنون، برای اون قومی که یقین داشته باشند، یعنی مستفیدین من الآیات، اونایی که از آیات خوب استفاده بکنند. لذا اینها نمیفهمند. خب وقتی که رسول مکرم صلی الله علیه و سلم مشاهده می‌فرمودند که این همه آیات باز اینها بازم نمیفهمند، باز هم متوجه نمیشند، این باعث چی میشد؟ اندوه برای رسول الله میشد، باعث نگرانی برای رسول الله میشد. الله عزوجل در این آیه حبیب خودش را تسلی میده. الله میفرماید که ما شما را به عنوان بشیر و نذیر فرستادیم، مردم را مژده بده، کسانی که تسلیم میشوند، کسانی که قبول نمیکنند بیم بده، بترسون. دیگه شما را سوال نمی کنیم چرا او به جهنم رفت، چرا او جهنمی شد، چرا او کافر ماند، ایمان نیاورد، چرا او بر شرکش ماند و استقامت کرد. نه، این در این رابطه از شما سوال نمی کنیم، شما نگران اینها هم نباش. الله می فرماید انا ارسلناک بالحق بشیرا و نذیرا، همانا ما فرستادیم شما را به حق فرستادیم، همراه با حق فرستادیم. فریضه اول به عنوان مژده دهنده برای کسانی که تسلیم می شوند، و نذیرا بیم دهنده برای کسانی که تمرد می کنند، تسلیم نمی شوند. ولا تسأل عن اصحاب الجحیم، شما سوال نمی شوید ای پیغمبر من از اصحاب جهیم، از اهل جهنم شما را سوال نمی کنند چرا اینا جهنمی ماندند. و باز الله عزوجل باز هم سرزنش، زجر. پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم خیلی حریص بودند هم بر ایمان یهود، هم نصارا، هم مشرکین. الله عزوجل پیغمبر خودش را اینجا تذکر میده، خیلی به طرف اینها تمایل نشان نده. اینها هیچ وقت ایمان هم نمی آورند، یهود و نصارا، و از شما راضی و خوشنود هم نمیشوند تا زمانی که شما پیرو ملت و دین اونها باشید. هر وقت دین خودتون را ترک کنید و برید به دین اونها، اون وقت راضی میشوند. امروز هم یهود و نصارا از ما مسلمانان راضی نمیشوند، با وجود که میدونن کتاب ما بر حق است، نبی ما نبی خداست، ولی اونها دوست دارن که از دین اونها تبعیت بشه. الله می فرماید ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى، هرگز راضی نمی شوند از شما یهود و نه نصرانی ها، حتی تتبع ملتهم، حتی که شما پیروی کنید مذهبشان را، ملت و دینشان را، شریعت اونها را. قل ان هدى الله هو الهدى، به اونا جواب بده، قاطعانه جواب بده که هدایت الهی او هست، هدایت واقعی. هدى الله یعنی راه خدا، هو الهدى اون است راه حقیقی. اون کدوم هست؟ هو الاسلام الذي انت عليه هو الهدى. بحر المحیط.
اسلامی که شما ای محمد بر اون اسلام هستید هدایت واقعی او هست. به اونها صاف بگو که مسیر ما مسیر هدایت است. ولئن اتبعت اهواءهم، اینجا خدای عزوجل استبعاد بیان می فرماید، یعنی خیلی بعیده از شما. اگر شما پیروی کردید از اهوای اونها، از خواهشات اونها، ببینید نظرات اونها را، نظرات دینی اونها را الله عزوجل خواهشات فرموده. چرا؟ چون اکنون نظرات اونها اصل نیستند، اون که در خدا فرستاده نیستند. الان کتاب اونها، دین اونها بر اساس هوای نفس و خواهشات است. به این خاطر نظرات و دیدگاه های دینی را قرآن تعبیر میکنه به چی؟ به اهوا، به خواهشات. بس بدونید که کتاب اونها، احکام اونها، قوانینی که در کتاب اونها است بر اساس هوای نفس و خواهشات است. به این خاطر اهوا را تفسیر کردند اهواءهم ای آراءهم الزائغه المنحرف عن الحق، آرای کج و منحرفی که از حق منحرف هستند. الصادر عنهم، که از اونها این آراء صادر شدن به تبعیت شهوات انفسهم. این آراء را اونها بر اساس پیروی از شهوتهای نفس اونها ایجاد کردند. تمام احکام تورات و انجیل را تغییر دادن بر اساس هوای نفس. همانطوری که خیلی از اهل خرافات در دین اسلام تو دین چیزهای ایجاد کردن که فقط نفس و شکم را میخوام راضی بکنند. خیلی ها دین را خلاصه کردند، بارها عرض میکنم، به بخور. یعنی مراسمی درست میکنند که هی عرض کنم که دیگ باشه و پادیگ باشه و حلوا باشه و آش باشه و خورش باشه. همین میگه دین همین چیز است. دین فقط نام خیراته. روز سوم بکش، روز هفتم بکش، روز چهلم بکش، هر سال بکش، هی هر مناسبتی یاد بودی. دین نام اینها نیست که ما بیایم چیزهای درست بکنیم بر اساس چی؟ بر اساس هوای نفس، یا بسیاری بر اساس اون شهوات. بلکه دین دستور خداست، هرچی الله بفرماید. لذا به پیغمبر میگه ولئن اتبعت اهواءهم، اگر خواهشات اونها، یعنی احکامی که اونها احکام را تغییر دادن به نفع خواهشات خودشون، بعد الذی جاءک من العلم، بعد از اینکه علم آمد پیش تو. علم یعنی آیات قرآن آمده و شما میدونید راه حق کدومه. لذا این خطاب در واقع به پیغمبر است، مراد ما امت هستیم، بالخصوص علما، کسانی که خودشون را متولی دین میدانند، کسانی که خودشون را مبین دین میدانند، مبلغ دین میدانند، مفسر دین میدانند. اگر اینها بروند با یهود و نصارا، با اهل کتاب، با بقیه عرض کنم که ادیان، بخواهند یک توافق دینی ایجاد بکنند، از آرای اونها پیروی بکنند، از خواهشات اونها سعی بکنند احکام اونها را تطبیقی بکنند، یعنی سعی بکنند احکام ما طبق احکام اونها باشد، سعی بکنند اون چی که ما عمل میکنیم با اونها نزدیک بشه. اون وقت خدا ناراضی میشه. دین خدا ناقص نیست که ما بیاییم کاملش بکنیم. الله میفرماد اگر این کار را کردید ما لک من دون الله من ولی ولا نصیر، نیست برای شما بغیر از الله هیچ حامی و هیچ نصرت کننده ای. هیچ کسی که حامی و نصرت کننده باشه نیست. این جواب لئن اتبعته هست، یعنی اگر پیروی کردی، اون وقت جوابش چیه؟ فيه تهدید و وعید شدید للأمة عن اتباع طرائق اليهود والنصارى. ای امت، ای مسلمانان، در این آیه تهدید و وعید شدید است برای مسلمان، برای این امت که بخواهد از راه و روش های یهود و نصارا تبعیت بکند. بعد ما علموا من القرآن و السنه، ابن کثیر می فرماید بعد از اینکه قرآن و سنت را فهمیدند، بعد از اینکه راه و رسم زندگی را از قرآن و سنت یاد گرفتند،
بعدا میخوان در این مسائل، در احکام، در رسومات بروند به سوی یهود و نصارا، پس بدونن که خدا اونها را رها میکند. ما لکم من دون الله من ولی ولا نصیر. نه کسی حامی شما میشه اون وقت و نه کسی نصیر شما میشه، شما را نصرت میکند. ما مسلمانان هیچی کم نداریم. ما کتابی داریم، کتاب الله و سنت رسول الله را داریم که در تمام شؤون زندگی ما را راهنمایی کرده. عقیده ما چگونه باید باشه، اعمال و عبادت های ما باید چگونه باشه، معاملات ما بر اساس چه قوانین باشه، آداب معاشرت ما باید چطور با هم دیگه نشست و برخاست بکنیم، حقوق همدیگر را رعایت بکنیم، نکاح و ازدواج ما باید به چه صورت باشه، سیاست ما و حکومتداری ما باید به چه صورت باشه. تمام رسومات زندگی، رسومات خوشی ناخوشی، همه و همه را شریعت اسلام کتاب و سنت بیان کرده. لذا ما اگر بریم از اهل کتاب بگیریم، ما بریم از یهود و نصارا قرض بکنیم، از اونها گدایی بکنیم، این معنیش اینه که خود ما کم داریم. کسی که کمبود داشته باشه به طرف اونها میره. ما از نظر عید برای خودمون عید داریم، لازم نیست اعیاد دیگران را برای خود عید بدانیم. ما از نظر دیدگاه و عقیده برای خودمون عقیده داریم، از نظر احکام و عمل برای خودمون عبادات داریم، از نظر رسومات برای خودمون رسوماتی که اسلام به ما گفته ما داریم. حتی نوع لباس پوشیدن، نوع تیپ زدن، نوع ظاهر، نوع باطن، اخلاق، همه چیز قرآن و سنت برای ما گفته. پس اگر ما به طرف اغیار بریم، به طرف بیگانگان بریم، الله از ما ناراضی میشه که من به شما یک کتاب کامل، دین کامل با تمام ویژگی ها و خصوصیات دادم، چرا شما به طرف یهود و نصارا دست بلند کردید؟ لذا این وعید سختی هست. ما لک من دون الله من ولی ولا نصیر. و در ادامه الله میفرماید حتی همون اهل کتاب هم میدونن شما بر حقید. خیلی از اهل کتاب هستند که از کتاب به حق تبعیت میکنند، چه از کتاب خودشون که کتاب اونها را راهنمایی میکنه به ایمان به محمد و ایمان به قرآن، ایمان میآورند، چه اینکه تلاوت قرآن را اونها خوب میخوانند، درست میخوانند، حق تلاوت. لذا الله میفرماید الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته. علماء مفسرین فرمودن این آیه درباره اون علمای اهل کتاب هست که اونها ایمان آوردند. قال الضحاك هم من آمن من اليهود. منظور اون یهودی هایی هست که ایمان آوردند که ابن السلام و ابن یامین و ابن سوریا بحر المحیط. بعضی از علمایشون، شاگردانشون و مکتب فکرشون ایمان آوردن، اونا مراد هستند، اونا هم کم نبودند. لذا اینا برگ برندهی برای مسلمانان هستند که ای یهود، علمای کلان شما ایمان آوردند. پس به ما مسلمانان الله میفرماید خود اونها به کتاب شما ایمان آوردن، شما چی کم دارید که به طرف اونها میخواهید بروید؟ الذین آتیناهم الکتاب، آنهایی که ما به اونها کتاب دادیم، یتلونه حق تلاوته. یتلونه حق تلاوت دو معنا دارد. یکی تلاوت به معنی تلاوت یعنی قرائت، اون کتاب خودشون را میخوانند حق خواندن. یعنی چه؟ یعنی کج نمیخوانند، غلط نمیخوانند، با تحریف نمیخوانند، با اضافه و کم نمیخوانند، درست میخوانند. خب در اون کتاب دستور و راهنمایی هست به ایمان به محمد صلی الله علیه وسلم. اولئک یؤمنون به، اونها ایمان میآورند به پیامبر یا ایمان میآورند به قرآن. و من یکفر به فاولئک هم الخاسرون، هر کسی بعد کفر بکنه اون زیانکار است. یا اینکه یتلونه به معنای چی هست؟ تلاوت به معنای تبعیت است. والقمر اذا تلاها، شما در سوره شمس خواندید
والقمر اذا تلاها اذا تلا الشمس ای اذا تبعها، ماه تابع خورشید است. پس یتلونه، آنهایی که ما به آنان کتاب دادیم، یتلونه یعنی یتبعونه، اتباع میکنند از اون کتاب، حق تلاوتی حق اتباعی. درست وقتی که پیروی و تابعداری بکنند، اون کتاب بهشون میگه به نبی خاتم و به کتابش ایمان بیاورید. خب یا بنی اسرائیل، از اون آیه 47 و 48 و قبل از اون تقریبا 12-13 رکوع پیش، از اونجا که شروع شده تا اینجا بحثی روی سخن با بنی اسرائیل بود. نعمت هایی که خدا بر اونها عنایت داشت، ابتداءً بر پدران اونها، بعداً ناسپاسی هایی که اونها کردند، بعد از اون شبهات اونها جواب داده شد، تا اینجا بحث یهود و بنی اسرائیل بود. در پایان دوباره همون تذکر، این عرض کنم که معلوم میشه تذکر بسیار مهم و مؤثری هست. کلام آغاز شد با همین تذکر، پایان هم میابد با همین تذکر. ای یهودی ها، همه شبهات شما جواب داده شد، همه ناسپاسی های شما هم بیان شد، فسادات و خباثت های شما در گذشته و در زمان نزول قرآن هم بیان شد. دوباره به شما یادآوری میشه خدا بر شما خیلی احسان کرده، لذا شما از این رب محسن، از دستور او سرپیچی نکنید، به پیامبر آخری او ایمان بیاورید. معنا و خلاصه این آیه این هست. الله می فرماید یا بنی اسرائیل، ای فرزندان یعقوب، اذکروا نعمتی التي انعمت علیکم، یاد کنید شما نعمت من را، اون نعمتی که من بر شما احسان کردم، و بالخصوص این نعمت که و انی فضلتکم علی العالمین، من شما را فضیلت دادم، برتری دادم بر همه عالمیان زمانتون. واتقوا، بعد از ذکر نعمت تخویف اخروی، اونها را میترساند اگر شما تبعیت نکردید این عذاب و این بلا برای شما هست. واتقوا یوما، بترسید از آن روزی که لا تجزی نفس عن نفس شیئا، هیچ نفسی از نفس دیگر چیزی را دفع نمی کند، ولا یقبل منها عدل، و از آن نفس هیچ رشوهی هم قبول نمیشه، ولا تنفعها شفاعت، و به اون نفس هم شفاعت سودی نمیده، فایده نمیده، ولا هم ینصرون، و آنها یاری هم نمیشوند اون نفوس. پس این آیه قبلا تفسیر شده، این تکرار اون تذکر است، اول و آخر، که هدف دلسوزی، هدف خیرخواهی هست. و اذ ابتلا ابراهیم ربه، بعد از اینکه الله عزوجل نعمتها را بر بنی اسرائیل زیاد فرمود و همچنین ناسپاسی ها و فسادات اونها و شبهات و اشکالات اونها هم جواب داده شد، مجدد اونها را دعوت دادم به اینکه نعمت خدا را یاد کنند و از خدا بترسند و به نبی خاتم ایمان بیاورند. حال و اذ ابتلا ابراهیم ربه، این یک مقدمه هست، تمهیدی هست برای اثبات رسالت. کسی بپرسه خب رسالت این پیغمبر را چطور ثابت میکنید؟ از کجا بدونیم این رسول خداست؟ الله عزوجل در اینجا دلائل را ذکر می فرماید. ذکر و یاد ابراهیم میاد. ابراهیم شخصیتی هست که همه قبولش داشتند، بالخصوص سه گروهی که در مقابل مسلمانان بودند. یهود هم ابراهیم را قبول داشت، یهود می گفت ما ابراهیمی هستیم. مسیحی هم ابراهیم را قبول داشت، می گفت که ما ابراهیمی هستیم. مشرکین که خب ادعای ارث داشتن، می گفتن ما هرچی داریم از ابراهیم داریم. لذا الله عزوجل توسط این بنده صالح
که مورد قبول همه این گروه ها هست، گروه های گمراه، یهود، نصارا، مشرکین. الله عزوجل درباره ابراهیم ذکر می فرماید که ابراهیم چگونه خانه کعبه را بنا کرد و اونجا چگونه دعا کرد برای پیغمبری که بعداً بیاد و مبعوث بشه، و بعداً چگونه ابراهیم علیه السلام دعایش قبول شد. لذا اگر ابراهیمی هستی، اینم نتیجه دعای ابراهیم. ابتداء الله عزوجل مقدمتا از ابتلاعات ابراهیم می فرماید و اذ ابتلا ابراهیم ربه. یاد کنید زمانی را که امتحان کرد ابراهیم را ربش. امتحان کرد با چی چیزی؟ به کلمات، با کلماتی، با یه سری چیزهایی. فاتمهن، این نتیجه امتحان، همه را کامل کرد. ببینید این را خدمت شما عرض کردم که در این بخش دلیلی هست بر صداقت رسول الله صلی الله علیه و سلم. اولین دلیل اینه که بیتی که ابراهیم و اسماعیل بنا کردند و بعد از اون دعا کردند خدایا وابعث فیهم رسولا من انفسهم، در میان کسانی که اطراف این بیت زندگی می کنند رسولی بفرست از میان خودشون. مصداق اون دعا محمد صلی الله علیه و سلم هست. این یک. دوم، تمام انبیایی که شما اونها را اجداد خودتون میدانید، ابراهیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب و دیگران، داعی توحید بودند، چنانچه در آیات آینده دعوت اونها ذکر میشه. این و همه داعی توحید بودند و از شرک بیزار بودند. این پیامبر عیناً همون دعوت را سر گرفته، همون دعوت را داره ادامه میده، به سوی توحید دعوت میده و از شرک بیزار هست. لذا محمد صلی الله علیه و سلم که بر مسیر اونها قرار گرفته، شما به او چرا ایمان نمی آورید؟ لذا اینها در واقع چی هستند؟ در واقع دلایلی که این پیغمبر بر حق است. اما اینجا میخوام بحثی بکنم، عرضی بکنم که این کلماتی که خداوند به وسیله اونها ابراهیم را امتحان کرد، این کلمات چی بودن؟ مفسرین چیزهای مختلفی نوشتن. بعضی نوشتن خصال عشره، 10 چیز هستند از خصلت ها که در حدیث شریف آمدند. مثلا اعفاء اللحیه، ریش گذاشتن، قص الشوارب، سبیل زدن، حلق العانه، زیر ناف را حلق کردن، زیر بغل را حلق کردن، عرض کنم خدمت شما ختنه کردن. اینا جز خصلت ها ابراهیم. ناخن ها را گرفتن و فرق سر وسط سر را دو نصف کردن و غیره. مزمزه، استنشاق، 10 تا از خصال آمدن. مشرکین مکه بر اینا خیلی پایبند بودند. اما مشایخ ما میگویند اینها، خیلی از اینها هستند جز مستحباتند، بعضی ها هستند جز سننند، بعضی هستند مثل ختنه جز واجباتند، ولی اینها نیستند. اینها را هر کسی انجام میده، مشرکین مکه هم انجام میدادند. اون چه که ابراهیم را الله عزوجل امتحان کرد و ابراهیم سرفراز بیرون آمد، اونها هستند در واقع امتحانات سخت ابراهیمی که در قرآن هم هستند، در کتابهای دیگه هم هستند. مثلا ابراهیم به خاطر توحید و به خاطر یکتاپرستی و در راستای رد شرک در آتش انداخته شد. استقامت کرد، مثل مرد ایستاد، عقب نشینی نکرد، گفت بیندازید تو آتش. آتش هم مخلوق خداست. این هست اون چیزی که الله عزوجل ابراهیم را امتحان کرد.
ابراهیم به خاطر توحید وطن خودش را ترک کرد. عراق بابل بود جای اصلیش، اصلا تمام خانه و کاشانه و بلاد خودش را ترک کرد، هجرت کرد. بعد زن و بچهش را آورد به شام، به فلسطین. یک گروه از زن و بچهش را برد به مکه مکرمه تا این دوتا بیت را آباد بکند، بیت المقدس و بیت الله الحرام. لذا ابراهیم علیه السلام ترک وطن کرد. سوم، ابراهیم علیه السلام به خاطر دستور خدا و اون امتحانی که خدا کرد فرزند خودش را قربان کرد. پس اینها هستن قربانی. هم قربانی مالی، قربانی مالی اینه که مهمان آمد به خانهش، هر چی که بود برای مهمان برد، همون که فرشته ها آمدن. قربانی جانی، خودش تو آتش افتاد. قربانی اهل و اولاد، زن و بچه خودش را هم آواره کرد و هم برای کشتن و ذبح کردن بچه آماده شد. لذا نوشتند علامه اندلسی که قول عاشر، چند قول اینجا گفته قول دهم اینه که مبتلاه به فی ماله و ولده و نفسه. امتحان ابراهیم چیه؟ اون امتحانی که خدا امتحانش کرد در رابطه با مالش، درباره فرزندش، درباره خودش. در همه این امتحانات سرفراز شد، موفق شد. فسلم ماله للضیفان، مالش را تسلیم کی کرد؟ مهمان. و ولده للقربان، یا قربان. بچهش را تقدیم چی کرد؟ قربانی کردن. و نفسه للنیران، و خودش را برای آتش. و قلبه للرحمن، قلبش را برای رحمان، به خودش را به خدا داد. قلبش فقط برای الله میتبید. فاتخذه الله خلیلا، یا خلیل الرحمن، خدا اون را خلیل قرار داد به خاطر اینکه همه چیز را فدا کرد. پس مراد از ابتلا این امتحانات سخت هستند. الله می فرماید وقتی که امتحان کرد ابراهیم را ربش با کلماتش، فاتمهن، اونها را تکمیل کرد، یعنی سرفراز شد، موفق شد. بعد از اینکه موفق شد الله بهش چند انعام داد. انعام اول، قال انی جاعلک للناس اماما، گفت ای ابراهیم من تو را قرار میدهم برای مردم امام. امام یعنی پیشوای دینی. مراد از امامت نبوت است. مراد از امامت چیه؟ نبوت است. ما عرض کنم که امامت دیگری نداریم که جا کسی مراد بگیرد. انبیا همه امامان بودند، همه انبیا پیشوایان بودند. امام یعنی پیشوا. امامت به عنوان یک درجه، یک جایگاهی که بگیم بعد از نبوت است، در دین اسلام شناخته شده نیست. هیچ جای ذکری از امام نیست بغیر از همین آیه. این آیه از سیاق و سباق معلوم میشه که ابراهیم را الله عزوجل چی قرار داد؟ نبی قرار داد. مفسرین هم همه اینو گفتند که مراد از امام نبوت است. ببینی علامه اندلسی میفرمه والمراد بالامام ها هنا النبی، ای صاحب شریعت متبع. مراد از امام پیغمبر هست، پیغمبری هست، کسی که صاحب شریعت باشه، کسی که متبع باشند و بقیه مردم متبع باشند. همونطور که امام همه از امام پیروی میکنه. یک امامی نماز میده شما را، او متبع است، شما مقتدی هستی، پشت سر او متبع هستید. با قیام او قیام میکنید، با رکوع او رکوع میکنید، با سجده او سجده میکنید. پس امام به معنی پیشوا است. و علامه آلوسی فرموده که فالمتبادر من العهد الامامه، مراد از عهد چی هست؟ امامت است. خداوند فرمود لا ینال عهدی امامت و لیست هی هنا الا النبوت. امامت بغیر از نبوت به معنی چیزی دیگه نیست. لذا مراد از امامت همون نبوت است. الله عزوجل فرمود ای ابراهیم من شما را به عنوان امام قرار میدم، یعنی به عنوان پیغمبر.
ابراهیم علیه السلام دید یه انعام بسیار بزرگی هست. سبحان الله، هر کسی انسان را الله اینطور درست کرده که به فکر اولادش هم است. ابراهیم میگه خدایا و من ذریتی، از اولاد من چی؟ بگین در دنیا کسی اگه دیندار است دلش میکشه که بچه هایش هم دیندار باشن. کسی اگه بر یک منصبی قرار گرفته دلش میکشه، دلش این تمنا را داره که بچه من هم بعد از من بیاد به همین منصب قرار بگیره. کسی توی اداره استخدام میشه، کم کم داره بازنشست میشه، هی تلاش میکنه بچه من همین اداره بیاد کار بکنه. کسی یه راه شغل خوبی را احساس میکنه، بچهش را به همون مسیر میبره. لذا ابراهیم به این نتیجه رسید که بهترین چیز دینداری هست و این خلافتی هست که خدا داده. لذا فوراً برای فرزندانش، برای اولادش، برای ذریهش هم از خدا خواست. الله عزوجل چی فرمود؟ لا ینال عهدی الظالمین. این عهد من یعنی چی؟ امامت نبوت. این نبوت به ظالمین نمیرسه. یعنی به چی؟ به کسانی که گناه بکنه. از اینجا علما استنباط کردن بر عصمت انبیا، یعنی کسی که گناهکار باشد، کسی که در زندگیش ظلم باشه، او نمیتونه پیغمبر بشه. کسی میتونه پیغمبر بشه که او گناهی کرده نباشد. لا ینال عهدی الظالمین. پس مراد از این عهد همون نبوت است. خب بالاخره ابراهیم علیه السلام را خدای عزوجل فرمود از اولادت همونهایی که گناهی مرتکب نشوند. بعد از آن ابراهیم علیه السلام مقداری در رابطه با ابراهیم عرض می کنم خدمت شما تا اینکه این آیات را بهتر بفهمید. ابراهیم علیه السلام از عراق هجرت کرد، به طرف شام آمد. در مسیر مصر آمدن. یه پادشاه ظالمی بود. اون پادشاه ظالم زنان مردم را به زنان مردم تعرض میکرد، جنایت و خیانت میکرد. ابراهیم و ساره بودند، لوط هم برادرزادش با اونا همراه بود. ابراهیم متوجه بود به ساره، گفت که تو این دنیا به هر حال مسلمان ما همین 2-3 نفریم، از نظر دینی ما با هم برادر و خواهریم، لذا میگیم که با هم برادر و خواهریم، چون برادر و خواهر دینی هستیم. اونجا وقتی که پادشاه میخواست که تعرض بکند، گفت شما با هم دیگه چه نسبتی دارید؟ گفت خواهر و برادریم. لذا شاید قانون اصولی چیزی داشت که با برادر و خواهر کار نداشت، تعرضی نکرد. و بعد یک کنیزی به حضرت ساره رضی الله عنها دادن که اون کنیز هاجر بود. ساره وقتی که دید که ابراهیم از او فرزندی نداره، هاجر را به عقد ابراهیم در آورد. اینجا که آمدن در شام، در فلسطین ساکن شدن، الله عزوجل از هاجر اسماعیل را داد. اسماعیل بزرگترین فرزند ابراهیم است. بعداً حضرت ساره دیگه هوو بودن، تحمل نکرد هاجر را، با هم زندگی میکردن. بالخصوص اولادی نداشت و هاجر را خدا اولادی داد، مورد توجه و مورد محبت ابراهیم بود. لذا نتونست تحمل بکنه و مجبور کرد ابراهیم هاجر و اسماعیل را از اینجا ببرد. خدای عزوجل دستور داد که اینها را به کجا ببرد؟ به سرزمین حجاز، به مکه مکرمه، به اون وادی لم یزرع. اونجا برد هاجر و اسماعیل را گذاشت. الله دستور داد همینجا بگذار برگرد. ابراهیم گذاشت و برگشت. خیلی سخت بود تا اینکه اون داستان مفصل اسماعیل از تشنگی داشت که گریه میکرد. حضرت هاجر بین صفا و مروه فرار میکرد که جایی که اسماعیل از چشمانش عرض کنم که مخفی میشد، فرار میکرد وسط اون 2 تا کوه.
و باز چشمش به اسماعیل دوخته بود، چشمش به اطراف بود کجا آبی هست. اسماعیل اونجا گریه کرد، دست و پا زد، از زیر پایش چشمه جاری شد، زمزم. بالاخره هاجر آمد و این چشمه هی بیشتر شد و بیشتر، این لذا مال این مادر و فرزند شد. بعد یک قوم دیگه که اونها چادر نشین بودند، عرض کنم که جرهم یا نام دیگری دارد، اونها آمدن اینجا و دیدن آبی هست. اونها هم به خاطر همین آب اینجا زندگی کردن. ابراهیم بعداً که متوجه شد خوشحال شد که فرزند و همسرش از تنهایی در آمدن. خلاصه اسماعیل علیه السلام کم کم بزرگ شد و زنی از همون قبیله گرفت. علی ای حال ابراهیم علیه السلام اینجا به شام برگشت. بعد از مدتی دوباره آمد اینجا، به مکه آمد دیگه، میرفت سر میزد به هر دو زن و بچهش. اینجا که آمد این زمان اسماعیل بزرگ شده بود، 7-8 ساله بود، بسیار نازنین بود، بسیار دوست داشتنی بود و پدر که می آمد با پدر بیرون می رفت، خوشحال بود پدر، تا اینکه الله عزوجل دستور داد اینه برای من قربان کن. 3 بار در خواب دید. اینا انشاءالله می خوانیم اون آیات را، تفصیلش را. الله عزوجل فدیه‌ای بعد از اینکه ابراهیم کارد را بر گردنش کشید، الله فدیه‌ای عوضش داد، کبشی قوچی از بهشت فرستاد. ابراهیم در این امتحان کامیاب شد. بعد از اون الله عزوجل دستور داد به ابراهیم که خانه من را بنا کن، خانه کعبه را. اصل موضوع این آیات اینه. ابراهیم علیه السلام خانه کعبه را بنا کرد، اما اولین بانیش ابراهیم نبود. ابراهیم علیه السلام دومین بانیش بود. خانه کعبه را حضرت آدم علیه السلام بنا کرده بود. اون زمان، همون زمان طواف کرد و حج انجام داد آدم علیه السلام. و حتی بعضی از مفسرین میگویند که قبل از آدم بوده، غالبا این خانه کعبه را فرشتگان درست کردند. لذا ان اول بیت وضع للناس للذی ببکه، خانه کعبه را اولین خانه ای هست که برای مردم، برای عبادت مردم تعیین شده. لذا این خانه کعبه اون زمانی که بنا شده بود، بعد از اون زمان با گذشت زمان و طوفان‌ها از بین رفته بود. اون پایه هایش بود، اون پایه هایش بود و این پایه ها را یک از کبه از گل و یک ارز کنم که مجموعه از خاک و گل گرفته بود زیر اون پایه های اصلی که از زمان آدم بود، هنوز باقی مانده بود. لذا ابراهیم وقتی که دستور یافت که خانه کعبه را دوباره تجدید بنا بکند، در روایت ها میاد که جبرائیل امین آمد و دستور داد اون عرض کنم که کبه گل را بردارند، خاک را بردارند، از زیر اونها پایه های خانه کعبه پیدا کردند. دستور داد بر همان قوائم، بر همان پایه های اولی این خانه را بنا بکنند. ابراهیم علیه السلام بر همان پایه ها خانه کعبه را بنا کرد و اون دعایی که اینجا می آید دعاها را خواند، دعاها را می خوانیم. بعد از این ابراهیم علیه السلام رفت و مسجد الاقصی را بنا کرد. مسجد الاقصی را معروف از حضرت سلیمان بنا کرد. حضرت سلیمان عرض کنم که تجدید بنا کرد، توسعه داد، شیکش کرد، زیباترش کرد. مثل این که حضرت عثمان رضی الله تعالی عنه مسجد النبی را میگن درست کرد. خب رسول الله درست کرد، حضرت عثمان رضی الله تعالی عنه را زیباتر و توسعه داد. سلیمان هم همچنین. روایتی هست ابوذر رضی الله تعالی عنه پرسید یا رسول الله، اولین مسجدی که بنا شد کدوم مسجد بود؟ رسول الله فرمود مسجد الحرام. فرمود بعد از اون مسجد الاقصی. فرمود بین اینها چقدر فاصله است؟ فرمود 40 سنه، 40 سال فاصله هست. هر دو را حضرت ابراهیم بنا کرد. ابراهیم مسجد الحرام را درست کرد، 40 سال بعد مسجد الاقصی را درست کرد. مسجد الاقصی قبله فرزندان ابراهیم بود از اسحاق، قبله اسحاق بود، قبله یعقوب بود، قبله بنی اسرائیل بود. و
عرض به خدمت شما که مسجد الحرام قبله فرزندان ابراهیم بود از اسماعیل، لذا دو تا قبله برای عبادت خدای عزوجل داشت، اون فرزندانش اونجا و این فرزندانش اینجا. لذا در اینجا اون داستان است. الله می فرماید و اذ جعلنا البیت مثابة للناس، ابتدا فضائل خانه کعبه، زمانی که ما قرار دادیم بیت الله را مثابة للناس، یعنی مقام رجوع مردم. مثابه این تای مبالغه هست، بار بار رجوع، بار بار بازگشت، یعنی خدای عزوجل این بیت را چنان دلنشین قرار داده که در دل مردم جای دارد. کسی یک بار دیده دوباره نمیتونه که نره نبیند، بار بار میره. کسی یک بار دیده پیش او یادش میکنه گریش میاد، از بس که در قلبش جا داره. این روزها وقتی که مردم کلیپ های بیت الله را میبینند که کسی نیست که طواف بکنه، مردم زار زار گریه میکنند. این از همون محبت است. لذا الله عزوجل بیت الله را مثابة للناس قرار داده، یعنی بار بار رجوع. تو دوست داری سال 2 بار بری، سال 3 بار بری، هر سال حج بری، اینقدر محبوب دلها شده. لذا این ویژگی را، این خاصیت را الله گذاشته. و اون کسی که نسبت به این بیت این محبت را ندارد، این عشق را ندارد، این علاقه را ندارد، حتی یک بار به حج نرفته و شرایط حج را هم دارد ولی دلش نمیخواد بره، این تو ایمانش باید تجدید نظر بکنه، ایمانش مشکل داره. الله این بیت را این گونه قرار داده که بار بار آدم اونجا بره رجوع بکنه. لذا الله میفرمه مثابة للناس، یعنی مقام رجوع بار بار مردم. و امنا، و الله این را امن قرار داده. دعا بکنید که الله عزوجل این مریضی را، این طاعون را، این وبای کرونا را از بین ببره، که انسان برای هیچ چیز دلش اونقدر نمیسوزه، اینکه به هر حال محله های عبادت، مراکز عبادت خالی شدند و احساس خطر است. در روایت ها میاد اون سالی که خانه کعبه طواف نشه، بعضی میگن یعنی حج انجام نمیگیره، اون سال قیامت برپا میشه، وقتی که مردم کلا طوافش را ترک بکنن. الان اگرچه الحمدلله طواف هست، از اون مطافی که اونجا یه مقدار ازدحام میشه اونجا نمیگذارن، از بالا و از طبقات دیگه طواف هست، مردم طواف میکنند و هیچ لحظه ای نیست که طواف نباشد. لذا الله میفرماید ما این خانه را محل رجوع باربار مردم و امن قرار دادیم. و الله دستور داد واتخذوا من مقام ابراهیم مصلا، بگیرید مقام ابراهیم را مصلا بگیرید، یعنی جای نماز بگیرید. اون جایی که ابراهیم، آثار قدم ابراهیم است، اونجا نماز بخوانید. رسول اکرم صلی الله علیه وسلم بعد از طواف در مقام ابراهیم 2 رکعت نماز میخواند. بعضی ها عرض کنم که از این آیه استنباط میکنم برای اینکه یادگارهایی که از صالحین باشند میشه اونها را سجده کرد. مقام ابراهیم را خدا فرموده اونجا نماز بخوانید، لذا یک صندلی اگر از یکی از بزرگان مونده میتونه این را همیشه زیارت بکنیم، اونجا سجده بکنیم. یک سنگی، یک نمادی، یک یادگاری، قبری که اینها از یادگارهای گذشتگانش میشه که اونا چی بکنیم؟ سجده بکنیم، اونجا دعا بکنیم، اونجا تبرک بدیم، در حالی که این قیاس مع الفارق است. نمیشه که در مسائل عبادی بر چیزی ما قیاس بکنیم. الله عزوجل مقام ابراهیم را که اونجا نماز میخوانیم خدا دستور داده، در قبرهای دیگه خدا دستور نداده. رسول الله لعنت فرمودن یهود و نصارا را که قبور انبیایشون را به عنوان سجدگاه استفاده کردند. کجایید شما چنین قیاس مع الفارقی میکنید؟ لذا الله میفرماید
و عهدنا الى ابراهیم و اسماعیل، ما به ابراهیم و اسماعیل توصیه کردیم، دستور دادیم. عهدنا، عهد، کلمه عهد در زبان عربی وقتی که متعدی بشه با اله به معنای توصیه و امر میاد. عهدنا الی ابراهیم یعنی توصیه کردیم، امر کردیم ابراهیم و اسماعیل را. چنانچه این مطلب را آلوسی نوشته العهد اذا تعدی به اله، عهد وقتی که با اله متعدی بشه یکون به معنی توصیه و یتجوز به عن الامر، به معنی توصیه میشه و معنیش کنایه از امر میشه. لذا عهدنا یعنی امرنا ابراهیم و اسماعیل، ما به ابراهیم و اسماعیل چه دستور دادیم؟ ان طهرا بیتیا، اینکه خانه من را، ببین اینجا تشریفی اون بیت است، خدا به خودش نسبت میده. اضاف البیت الى نفسه، الله این بیت را به خودش، در حالی که خدا از مکان و از خانه و از کاشانه پاک است، ولی این را به سوی خودش نسبت میده به خاطر شرف این، جایگاه این. اضاف البیت الى نفسه اضافت تشریف و تکریم، به خاطر شرف و کرامت اینجا. و هی اضافت مخلوق الى خالق و مملوک الى مالک، این اضافت بیت مخلوق است، اون را ابراهیم درست کرد، مخلوق خداست، ولی الله عزوجل مخلوق را به خود نسبت داده. الله می فرماید ان طهرا بیتیا، اینکه شما پاک بکنید خانه من را ظاهرا و باطنا. پاکی ظاهری مشخصه، باطنی پاکی چیه؟ اونجا شرک نشه، اونجا غیر الله طواف نشه، غیر الله سجده نشه. الله می فرماید ان طهرا بیتی للطائفین، اینکه پاک بکنید خانه من را برای کسانی که طواف میکنند، والعاکفین. طائفین شما بنویسید آفاقی ها، عاکفین اهل مکه. منظور از طائفین کسانی که از اطراف دور میزنند و میاند. عاکفین کسانی که اینجا در مکه مقیمند. برای اینها پاک بکنی که اینجا بیان، اینجا من طواف بکنن، من سجده بکنن. و رکع السجود، و هم چنین رکوع کنندگان و سجده کنندگان. برای اینها خانه من را پاک بکنید. لذا ابراهیم و اسماعیل پدر و پسر خانه را آماده کردن و بعد میخوانیم انشاءالله در سوره حج که الله تعالی به ابراهیم دستور داد و اذن فی الناس بالحج، برو الان روی کوه بیست، مردم را فریاد بزن بیایید مردم به سوی خانه خدا اینجا حج بکنید. بعد از اون الله عزوجل دعای دیگر ابراهیم را ذکر میکنه. ابراهیم دعا کرد، گفت خدایا الان که اینجا خانه درست شد، عبادت خانه درست شد، مردم برای عبادت می آیند، به اهل اینجا، به باشندگان اینجا خدای رزق و روزی بده، ثمرات بده، انواع میوه ها بده، چون واقعا نیاز به دعا بود. اونجا هیچ چی نبود، وادی لم یزرع، بغیر از تعدادی کوه و رودخانه چیزی دیگه نبود. اونجا محل کشت نبود، محل کشاورزی نبود، محل دامداری نبود. الله عزوجل دعای ابراهیم را چگونه قبول کرد؟ امروز اون چی که از خوراکی ها در مکه میبینید تمام دنیا نمیبینید، از همون روز اول الله عزوجل آباد کرد. الله میفرماید و اذ قال ابراهیم رب اجعل هذا بلدا آمنا، زمانی که ابراهیم گفت بار اله قرار بده این را شهر آمنی، ای ذا امن، اینجا هیچ وقت جنگ و درگیری نباشد، اینجا فقط امنیت باشد. ورزق اهله من الثمرات، و بار اله رزق بده اهل و عیال اینجا را، اهل اینجا را، باشندگانی اینجا را، من الثمرات از انواع میوه ها. چه کسانی را؟ من آمن منهم بالله والیوم الاخر، رزق بده اونهایی را که ایمان به خدا و روز آخرت دارن.
ابراهیم علیه السلام الان معلوم میشه محتاطانه دعا میکنه. چرا؟ به مؤمنین رزق بده. چون قبلا ابراهیم برای اولادش دعا کرد، خدا فرمود نه، گناهکاران نه، لا ینال عهدی الظالمین. ابراهیم دیگه فکر کرد که حتما رزق هم به غیر مؤمنین نمیده، به همین خاطر احتیاطاً برای اهل ایمان دعا کرد، مطلق برای انسان ها دعا نکرد. اما الله عزوجل به او فهماند که مسئله رزق روزی مخصوص اهل ایمان نیست. قال و من کفر، هر کسی که کفر بکند هم فامتعه قلیلا، در دنیا به از کنم مدت اندکی به او هم من بهرهگیری میدم، استفاده میدم، به او رزق روزی میدم، به او متاع و کالای دنیا میدم. یعنی مال چی نیست؟ مال اهل ایمان نیست. بس از اینجا معلوم میشه که ابراهیم علیه السلام از کنم که دعا را از روی چی احتیاط میکرد. بله، چرا؟ چون فکر میکرد که همان گونه که امامت و نبوت مخصوص اهل ایمان است، حتما رزق هم مخصوص اهل ایمان است. لتخصیص الرزق من المؤمنین کما خصص الامامت بهم. فکر میکرد رزق هم به مؤمن اختصاص داره. الله فرمود نه، و من کفر فامتعه قلیلا ثم اضطره الى عذاب النار. ایمان اگر نیاورد ایام مختصری به اونها من اینجا متاع میدم، قلیل. الان کافر هر اندازه داشته باشه، تمام سرمایه های زمین در اختیارش باشه، تمام خزائن و تمام معادن به دستش باشه، بازم قلیله در مقابل آخرت. سپس من اون را میبرم، مجبورش میکنم الى عذاب النار، به عذاب النار در آخرت. پس اینجا خدا به ابراهیم چه مسئله را گوش زد کرد؟ فنبه سبحانه و تعالی على ان الرزق نعمت دنیویه. خدا متنبه فرمود، گوش زد فرمود که رزق نعمت دنیوی هست، تعم المؤمن والکافر، مال مؤمن و کافر است، شامل مؤمن و کافر میشه. بخلاف الامانت و التقدم فی الدین، بیضاوی گفته بخلاف امانت و نبوت در دین که اون مال مخصوصی کی هست؟ مؤمن است. و بئس المصیر، وقتی که به آتش ببرم، جهنم ببرم، خیلی مسیر بدی هست، شدت نار. و اذ یرفع ابراهیم القواعد، دعای سوم ابراهیم علیه السلام عرض کنم که قواعد بیت را، اساس بیت را بلند می کند. ببینید اینجا هم اشاره هست که ابراهیم علیه السلام اون بنای آدم علیه السلام را یا بنای فرشتگان را ادامه داد. یرفعو، معلوم میشه که اون قواعد از قبل بود، اون قواعد را فقط چی میکرد؟ بالا برد، اونها را از کنم که ادامه داد، امتداد داد. خب حال در این دعا اخلاص این مرد بزرگ الله عزوجل به همه اخلاص نصیب بفرماید. کار باید برای خدا باشد. الله می فرماید و اذ یرفع ابراهیم القواعد من البیت و اسماعیل، زمانی که بلند می کرد ابراهیم قواعد بیت را، ستونهای بیت را، اساس بیت را، و همچنین اسماعیل. یقولان اینجا مقدر است، هر دو می گفتن ربنا تقبل منا، بار اله قبول بفرما از ما، دغدغه قبولیت است. انک انت السمیع العلیم، همانا بار اله تو میشنوی دعاها را، سمیع دعاها را، العلیم میدانی احوال قلب را، ما برای تو انجام داریم میدیم. و بعد تتمه این دعا ربنا واجعلنا مسلمین لك، بار اله هر دوی ما را قرار بده، دو تا بنده تسلیم برای خودت
که تسلیم دستورات تو باشیم و من ذریتنا و همچنین از نسل ما، از اولاد ما، امتا مسلمتا لک، یک گروهی، یک امتی که تسلیم بشه برای تو هم قرار بده. و ارنا مناسکنا، بار اله به ما مناسک ما را نشون بده، یعنی قواعد حج را، چون خانه کعبه برای حج است، قواعد را به ما نشون بده، دستورات را، مناسک حج را. و توب علینا، بر ما رجوع کن، بر ما رجوع کن. ببینید مراد از توبه، توبه خواص الخواص است. یکی توبه ما عموم مردم است، توبه ما از چی هست؟ از گناهان است که خدا به ما را ببخشد. اما توبه خواص الخواص برای چی است؟ برای رفع درجات است. آلوسی فرموده و توبه خواص الخواص لرفع الدرجات و ترقی فی المقامات، یعنی از خدا درجات و جایگاه رفیع میخواهم. و توب علینا انک انت التواب الرحیم، بار الها تو تواب هستی، بار بار به بندگان رجوع میکنی و خیلی مهربانی. و دعای آخر ابراهیم علیه السلام بعد از اینکه برای رزق روزی اونها دعا کرد، برای اخلاص خودش دعا کرد، برای اینکه او چی باشد، از به خدمت شما که الله عزوجل از او قبول بفرماید، برای این دعا کرد. و همچنین برای مناسک حج و قواعد حج دعا کرد. در آخر دعا میکنه خدایا در میان این ملت، الان اونجا شهری درست شد، اونجا مجموعه درست شد، آبادی درست شد، خدایا پیغمبری هم در میان اینها مبعوث بگردان که از خودشون باشد. و اون پیغمبر نتیجه اون دعا همین محمد هست صلی الله علیه و سلم که از ذریه ابراهیم است، از ذریه اسماعیل است. لذا چه دلیلی میتونه از این بزرگتر باشه؟ لذا الله می فرماید ربنا وابعث فیهم رسولا منهم، بار الها مبعوث بگردان در میان اینها، قائم بگردان در میان اینها، رسولا منهم، رسولی که از اونها باشد، از خودشون باشد، یتلو علیهم آیاتک، فریضة الرسول، چنان رسولی که آیات تو را بر آنان تلاوت بکند، و یعلمهم الکتاب، و این رسول آنها را کتاب تعلیم بده، والحکمت، و حکمت را یعنی تفسیر کتاب، تبیین کتاب، سنت، و یزکیهم، به وسیله آن کتاب و سنت آنها را تزکیه بکند، آنها را پاک بکند، هم پاکی ظاهری هم پاکی باطنی، هم ظاهرشون را پاک بکند از همه آلودگی ها، راه پاکی را نشون بده، و هم باطنشون را از شرک، از کفر، از تمام اخلاق رزیله و فاسده، و یزکیهم، اونها را تزکیه بکند. انک انت العزیز الحکیم، خدای تو غالب هستی، هر کاری میتوانی بکنی، اما حکیم هستی، هر چی میکنی با حکمت انجام میده. پس ببینید داستان ابراهیم خودش مقدمه بود برای اثبات این رسول، برای اینکه این رسول همون رسول موعود است، همون رسول مطلوب در دعای ابراهیم خلیل است. پس ای یهود، ای مسیحی، ای کسی که خودت را متبع ابراهیم مینامی از مشرکین مکه، اگر شما واقعا ابراهیمی هستید، خب اینم نتیجه دعای ابراهیم. یا اینکه ادعا نکن من ابراهیمی هستم، یا بیا به این پیغمبر خاتم ایمان بیاور. حال بعد از این خدای عزوجل ترغیب میده به ایمان به این نبی خاتم، نبی آخر الزمان، خاتم الانبیاء. الله عزوجل میفرماد و من یرغب عن ملت ابراهیم الا من صفح نفسه، چه کسی اعراض میکند، روی گردانی میکند از دین ابراهیم، از ملت ابراهیم، از آیین ابراهیم، مگر کسی که صفح نفسه، نفس خودش را سفیه بگرداند، نادان، یعنی نفس خودش را جعل نفسه مهانتا و ذلیلتا، نفسش را ذلیل بکند. ببین ملت ابراهیم اینه که اینجا بیان شد، اولا توحید،
و بعد از آن ایمان به رسولی که ابراهیم طلبش کرد. و الله عز وجل میفرمه ولقد اصطفیناه فی الدنیا، همانا ما اون ابراهیم را برگزیدیم در دنیا. و انه فی الاخرة لمن الصالحین، و اون در آخرت هم از صالحین است، از بندگان صالح خدای عز وجل است. اذ قال له ربه اسلم. ببینید اینجا این نکته جدیدی برای یهود و نصارا بیان میشه. یهودی ها و نصرانی ها هر یکی ادعا داشت ابراهیم مال ماست. یهودی ها میگفتن ابراهیم یهودیه، مسیحیان میگفتن که ابراهیم نصرانیه. نه تنها درباره ابراهیم، درباره اسحاق، درباره یعقوب، درباره همه پیغمبران. حتی میگفت که یعقوب ما را دستور داده که ای فرزندان من از دین یهودیت خارج نشوید. در این آیات ثابت میشه که دین ابراهیم هم اسلام بود، دین اسحاق هم اسلام بود، دین اسماعیل هم اسلام بود، دین یعقوب هم اسلام بود. اسلام یعنی تسلیم شدن در مقابل الله. این واژه یهودیت بعدا درست شد. الله در آیات دیگه میفرمه ما کان ابراهیم یهودیا ولا نصرانیا. ابراهیم نه یهودی بود نه نصرانی بود، ولکن کان حنیفا مسلما. اون مسلم بود، یک سو به دین اسلام بود و از بقیه ادیان بیزار بود. مسلم، مخلص، تسلیم. و این پیغمبر هم دینش اسلام است. پس ادعاهای همه شما پوچ، اساسی ندارد. آیا مگه شما بودید که یعقوب فرزندانش را وصیت کرد؟ چرا دروغ میگید برای یعقوب؟ ام کنتم شهدا اذ حضر یعقوب الموت؟ وقتی که مرگ یعقوب فرا رسید شما اونجا حاضر بودید؟ ببینید وصیت یعقوب را قرآن برای شما حکایت میکنه، نقل میکنه. هم وصیت ابراهیم و هم دین ابراهیم و هم دین یعقوب و وصیت یعقوب و اسحاق و اسماعیل و بقیه، همه و همه مؤید دین این پیغمبر است. اگر شما ضد و عناد ندارید، اصل اسلام نه یهودیت. این نکته را الله در آیات ما بعد بیان میفرماید. الله میفرماید اذ قال له ربه اسلم. وقتی که رب ابراهیم به ابراهیم گفت اسلم، ابراهیم خودت را تسلیم کن. ببینید اینها تمام پیش مقدمه اسلام است. اسلم یعنی چه؟ یعنی اسلم نفسك الى الله تعالی و فوض امرك الى الله. ای ابراهیم، به اسلام ما هم به همین معنی هست. نفست را به خدا بسپار. فوض امرك، امرت را هم به خدا بسپار. بعضی گفته اسلم به معنی اخلص، یعنی خالص برای خدا. اسلام را بعضی گفتن به این خاطر اسلام میگویند که در همه ادیان چی هست؟ شرک است، عبادت غیر الله است. در این فقط عبادت خدا است، اخلاص است. الحمدلله علی نعمت الاسلام. شما امروز نگاه بکنید، قبلا هم این نکته ارزشمند را برایتون عرض کردم. شما امروز نگاه بکنید، تمام کسانی که مدعی دین هستند، چه دین آسمانی چه دین غیر آسمانی، یهودیت، مسیحیت، بودایی، زرتشتی، هندو، عرض کنم دیگران هستند، همه و همه توشون شرک است، توشون عبادت غیر خداست. یا نمادی را عبادت میکنه، یا صلیبی را عبادت میکنه، یا مریم و عیسی را عبادت میکنه، یا عزیر را عبادت میکنه، یا بتی را عبادت میکنه، یا گاوی را عبادت میکنه، یا خورشید عبادت میکنه، یا آتش را عبادت میکنه. یا بعضیا هستند که تبلیغات اونا تأثیر کرده در خود اینهایی که نام اسلامی دارند و مسلمان هستند، اینها هم غیر خدا را عبادت میکنند. تنها دینی که در اون دین یک تاپرستی است، فقط عبادت یک الله، در اون اخلاص است. اخلاص در عبادت، اخلاص در عبادت یعنی فقط خدا را خالصتا عبادت کردن. این فقط دین اسلام است و بس.
لذا الله می فرماید اذ قال له ربه اسلم، وقتی که ربش به او گفت تسلیم خدا شو، قال اسلمت لرب العالمین، من تسلیم شدم برای رب العالمین، همه چیزم مال رب العالمینه، طاعتم، عبادتم، راز و نیازم، دعایم، سجدم، رکوعم. و همچنین ابراهیم وصیتش هم همین بود، و وصى بها ابراهیم بنیه و یعقوب، به همین چیز وصیت کرد ابراهیم فرزندانش را و یعقوب همچین. چه وصیت کرد؟ ببینید از وصیت ابراهیم، عزیزانی که این صدا را میشنوید و ترجمه این آیات را گوش میکنید، قرآن بهترین ها را برای ما معرفی میکند. بهترین چیزی که یک پیغمبر برای فرزندانش میپسندد در قرآن ذکر شده، برای ما اون الگو هست. بهترین چیزی که ما هم برای فرزندان خودمون باید بپسندیم همین باشد، دین. هیچ سرمایه‌ای ارزشمندتر از آموزش دینی و اخلاقی برای فرزندان نیست. برای فرزندان خودتون برنامه ریزی بکنید، برای تحصیلات اونها، برای سواد اونها، برای دنیای اونها، برای ازدواج اونها، برای آینده اونها. اما قبل از هر برنامه ریزی برای دین و ایمان و اسلام و اخلاقشون برنامه ریزی بکنید. ببینید انبیا دغدغه دین دارند. آخرین لحظات من شما که بمیریم میگیم اون مغازه را این کار بکن، اون پاساژ را این کار بکنید، اون زمین زراعی را اینطور تقسیم بکنید، ماشین را چه کار بکنید، نمیدونم فلان مال را چه کار بکنید. اما ابراهیم دغدغه دین داره. اینا هم خوبه، ولی قبل از این برای دینشون وصیت بکنیم. در وصیت‌نامه هایی که می‌نویسیم دین را اولویت قرار بدیم. هر کسی که اینطور بنویسیم، هر کسی که منو دوست داره، فرزند من هست، تا روزی که زنده هست ذره‌ای ربش را ناراضی نکند، گناه نکند، معصیت نکند، نماز خودش را قضا نکند. این را وقتی که این وصیت به فرزند برسه، اونی که پدر را دوست داشته باشه وصیتش را هم عمل میکند. لذا ببینی وصیت انبیا را الله می فرماید و وصى بها ابراهیم و بنیه و یعقوب، وصیت کرد به همین چیز، به همین ملت اسلامیه، ابراهیم فرزندان خودش را و همچنین یعقوب، با این کلمات: یا بنی، ای فرزندان من، ان الله اصطفى لكم الدین، همانا الله برگزید برای شما دین را، فلا تموتن الا وانتم مسلمون، نمیرید شما مگر اینکه شما مسلمان، یعنی تسلیم خدا بشید. پس ببین اونا وصیت به اسلام کردن، به اخلاص، به تسلیم شدن، به تعبیر دیگه به یکتاپرستی، فقط یک خدا را عبادت کردن. اسلام یعنی همین. شما چرا دروغ میگید؟ میگه یعقوب وصیت کرده ما یهودی بشیم. خیلی از یهودی ها میگفتن بیا اسلام دین حق است، میگفتن ما می آمدیم ولی جد امجد ما حضرت یعقوب وصیت کرده که ببینید غیر از دین یهودیت دیگه دین فرزندان ما نروند. الله می فرماید ام کنتم شهدا، آیا شما حاضر بودید، گواهی می دهید؟ اذ حضر یعقوب الموت، زمانی که موت حاضر شد برای یعقوب، یعنی وقت موت یعقوب فرا رسید، شما نبودید؟ گوش کنید که الله حاضر و ناظر تعریف می کند. اذ قال لبنیه ما تعبدون من بعدی، زمانی که گفت به فرزندانش، اول سوال کرد از فرزندانش، از اولادش در مصر. چی گفت؟ ما تعبدون من بعدی، ای فرزندان من بعد از من شما چی را عبادت میکنید؟ من بعدی یعنی بعد موتی، بعد از مردن من. قالوا نعبد الهک، فرزندان وقتی که به پدر اطمینان دادند که ما بر دین توحید هستیم، ما همون خدا یگانه تو را عبادت میکنیم، بعدا مطمئن شد و از این دنیا راحت رفت. قالوا نعبد الهک،
گفتند پدر ما عبادت میکنیم الهک، معبود تو را، و اله آبائک، و معبود پدران تو را، ابراهیم و اسماعیل، یعنی ابراهیم و اسماعیل و اسحاق را، همون الهی که اله واحدا، خدای یگانه است، و نحن له مسلمون، بازم اسلام، همه ما تسلیم او هستیم. ای فی العقیدة والعمل، در عقیده و عمل. لذا این بود وصیت یعقوب علیه السلام. چرا شما افترا میگویید یهود؟ چرا دروغ میگویید بنی اسرائیل؟ یعقوب هم به اسلام، به یکتاپرستی، به عبادت یک اله توصیه کرد. تلک امتون، ببین بحث انبیاء آمد، بحث ابراهیم آمد، اسحاق آمد، یعقوب آمد، باز هم میاد. این یکی از افتخارات یهودی ها بود که اسم پدران اونها را ذکر کن. ما هم اگر در آبا و اجداد ما داشته باشیم همیشه افتخار میکنیم. الله عزوجل اینجا جواب میده، جواب شبهه. وقتی فکر نکنید که اون انسانهای وارسته چون آبا و اجداد شما بودند شما هم نجات میابید. نه، شما برای خودتون فکری بکنید، شما برای نجات خودتون برنامه ریزی بکنید، چون که تلک امتون قد خلت، اینها امتی بودند، جماعتی بودند که گذشتند و رفتند. لها ما کسبت، برای اون جماعت است آنچه که اونها کسب کرده، من العمل بنویس، ولکم ما کسبتم، برای شما هست اون چیزی که شما کسب بکنید من العمل. لذا عمل اونها رو به شما نمیدند که فرزندان اونها باشید. ولا تسألون عما كانوا يعملون، شما هم سوال نمیشید اونها چگونه عمل میکردند، شما را از اعمال خود شما سوال میکنند. حال ببینید حقیقت ملت ابراهیم، دین ابراهیم، وصیت ابراهیم و همچنین یعقوب بیان شد. ولی این یهودی ها چقدر اهل عناد هستند، یا مسیحیان، بنی اسرائیل منظوره، بنی اسرائیل هم یهود هم نصرانی، که هنوز به جای اینکه مردم را بگویند به سوی دین حنیف، یکتاپرستی، توحید، بازم میگم یهودی بشید یا نصرانی. و قالوا کونوا هودا او نصارا، به مردم میگن یهودی بشید یا نصرانی بشید، تهتدوا، هدایت میشید. ای پیغمبر به اونها بگو نه، هدایت در یهودیت و نصرانیت نیست، هدایت در اتباع درست و صحیح ابراهیم است. قل بل ملت ابراهیم حنیفا، ملت عاملش مقدر است، فعلش مقدر است. بل نتبع ملته، ما پیروی میکنیم از دین ابراهیم، اون دینی که حنیف است، یک سو هست، یعنی از هر عبادت غیر الله یک سو هست به عبادت یک الله. تفسیر حنیف، معنای حنیف چیه؟ اینه و ما کان من المشرکین، ابراهیم از مشرکین نبود. پایینش بینیست فی العقیدة والعمل، نه در عقیده شرک داشت نه در عمل. لذا خلاصه ملت ابراهیمی این هست: قولوا آمنا بالله، شما مسلمانان هستید بر اون مسلک، بر اون روش، لذا بگویید قولوا آمنا بالله، بگویید ما ایمان آوردیم به الله، و ما انزل الینا، و آنچه که نازل شده به سوی ما. بنویسید یعنی قرآن و سنت. چی نازل شده؟ قرآن و سنت، وحی مطلوب و غیر مطلوب. و همچنین و ما انزل الی ابراهیم، و همچنین ما ایمان آوردیم به آنچه که نازل شده به سوی ابراهیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب و اولاد یعقوب، اسباط، اولاد و احفاد یعقوب. و همچنین ما ایمان داریم به ما اوتی موسی و عیسی، و ما اوتی، آنچه که موسی و عیسی داده شدند، و ما اوتی النبیون من ربهم، و آنچه که داده شدند همه انبیا از جانب ربشان، ما به همه ایمان داریم. لا نفرق بین احد منهم، ایمان داریم در حالی که
تفریق و جدایی نمی کنیم بین هیچ یک از اینها. ببینید آیا ما بین هیچ یک از انبیا فرق قائل نیستیم؟ فرق قائلیم. قرآن گفته تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، رسول را بعضی را بر بعضی فضیلت دادیم. مثلا ما معتقد محمد صلی الله علیه و سلم امام الانبیا هست، از همه افضلتر و برتر است. بس چطور فرق قائل نیستید؟ فرق از نظر ایمان نه از نظر فضیلت. بنویسید لا نفرق بین احد منهم، معنیش اینه که بان نؤمن ببعض و نکفر ببعض، به بعضی ایمان بیاریم بعضی ایمان نیاریم و کفر کنیم. مثل شما یهودی ها به موسی ایمان دارید به عیسی ایمان ندارید، به محمد ایمان ندارید. مثل شما مسیحیان به موسی و عیسی ایمان دارید به محمد ایمان ندارید. ما اینطور نیستیم مثل شما. بان نؤمن ببعض و نکفر ببعض، بعضی را ایمان بیاریم بعضی را ایمان بیاریم نیاریم. نه، ما همه را قبول داریم، به همه احترام قائل هستیم. اما و نحن له مسلمون، تسلیم خدایمون هستیم. له لا لغیره، تسلیم فقط در مقابل اون یک ذات، نه کسی دیگر. خب بس این خلاصه ملت ابراهیمی شد. حال الله عزوجل خطاب میکند رسول الله را، مؤمنین را، صحابه را، که شما که اینطور گفتید بعد از این فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به، اگر این یهود، نصارا، مشرکین، منافقین همه ایمان آوردن به مثل آنچه که شما ایمان آوردی به آن، یعنی مثل ایمان شما. یک روز دو روز پیش عرض کردم که ایمان صحابه را الله معیار قرار داده، ایمان رسول الله و جماعت رسول الله. جماعت رسول الله اصحاب. به بقیه یهودی ها و نصرانی ها باید مثل ایمان صحابه بیارن. ایمان اونها الگو هست، ایمان اونها نمونه هست. پس اگر آمنو ایمان آوردن به مثل ما آمنتم به، مثل آنچه که شما مؤمنین ایمان آوردید، فقد اهتدوا، به تحقیق بر هدایت آمدند، هدایت یافته شدند. اما و ان تولوا، اگر پشت دادند، اعراض کردند، مثل شما ایمان نیاوردند، فلا عجب، فلا تعجب، فلا عجب، ایرادی نداره، تعجبی نداره. فانما هم فی شقاق، جزی نیست که آنها در چی هستند؟ همیشه در مخالفت شما هستند. شقاق یعنی عناد، خلاف، ای فی خلاف و منازعت، در مخالفت هستن. هدفی اونها همیشه مخالفت بوده. تفسیر کبیر میگه لیس غرضهم طلب الدین، هدف اونها دین نیست، از همون ابتدا نبوده. والانقیاد، هدف اونها تابعداری نیست. و انما غرضهم المنازعه و اظهار العداوه، میخوان با شما دشمن بشند. لذا فانما هم فی شقاق فسیکفیکهم الله، اون وقت یک دغدغه‌ای برای ما ایجاد میشه. اونا بیشترند، مسیحیان، یهودیان تمام دنیا را گرفتند. کفار امروز هم از مسلمین تعدادشون بیشتره، گرچه الحمدلله مسلمانان قابل توجهی هستند، ولی اگر کم باشید هم فسیکفیکهم الله، خدا شما را کفایت میکنه از شر آنان. فسیکفیک، ان قریب الله کفایت میکنه شما را ای رسول الله. هم یعنی از شر آنان. کی کفایت میکنه؟ الله. و هو السمیع العلیم، و اون الله سمیع هست، شنواست، هر چیز را میشنود. العلیم، هر چیز را میداند. صبغت الله، مسیحیان میگفتن چی میگفتن؟ میگفتن رنگ مسیحی و صبغه مسیحی خوبه. صبغه مسیحی چی بود؟ اونها هر وقتی که بچه‌ای به دنیا می آمد یک رنگ درست میکردن، رنگ زردی درست میکردن تو آب، بعد بچه را تو اون آب غوطه میدادند، این بچه بدنش زرد میشد، میگفت الان صار نصرانیًا، الان نصرانی شد. این شعارشون بود. همونطور که ما مثلا بچه‌ای متولد میشه اولین کاری میکنیم چه کار میکنیم؟ در
گوشش میگیم الله اکبر الله اکبر، اشهد ان لا اله الا الله، توحید را و رسالت رسول الله را تو گوشش میخوانیم، به خاطر اینکه مسلمانیم. اونها هم یک سری رسومی از این قبیل داشتند، بعد میگفتند که الان مسیحی شد، الان نصرانی شد. الله میفهم اون رنگ شما درد نمیخوره، رنگ خدایی خوبه. صبغت الله، ای قولوا قبلنا صبغت الله، بگید ما رنگ خدایی را میپسندیم، یعنی اون رنگ دین را، توحید را. و من احسن من الله صبغه، چه کسی زیباتر است از الله از نظر رنگ؟ یعنی رنگ خدا به ما داده، همون کافی است. و اون چی هست؟ فطرت الهی که برای انسان ها گذاشته، اون توحید است. و نحن له عابدون، ما فقط او را عبادت میکنیم، ما فقط او را عبادت میکنیم. بله، سبحان الله. قل اتحاجوننا فی الله، اینجا هم زجر برای اهل کتاب است. ای اهل کتاب، بعد از این همه بیان حقایق و واقعیت ها، بازم هنوز درباره خدا با ما شما بحث دارید؟ اتحاجوننا یعنی اتجادلوننا، با ما جدل داری فی الله یعنی فی توحید الله، در حالی که خدا رب ماست و رب شماست. و هو ربنا و ربکم، اون رب ماست، رب شما هم است. و لنا اعمالنا و لکم اعمالکم، برای ماست اعمال ما و برای شماست اعمال شما. اما ما با شما یک فرقی داریم که و نحن له مخلصون، ما خالصتا برای اون الله انجام میدهیم. ببینید، دقت نکردید، دقت بفرمایید. در این رکوع آخر 3 تا واژه بودند. اول بود و نحن له عابدون، دوم بود و نحن له مسلمون، سوم بود و نحن له مخلصون. معنی اینها چیه؟ در این آیات بحث انبیا آمد. انبیا دوستان خدا هستند، قدیسانند، برای ما مقدسند، برای ما ارزش دارند. ببینید این نکته بسیار خوبی هست و مفسرین خدا رحمتشون بکنه این نکته را ذکر کردن. نکته توحیدی اینجا هست. اینجا بود که ما ایمان داریم به خدا و اون چیزی که به انبیاء الهی نازل شده. ذکر انبیاء آمد، ابراهیم آمد، اسماعیل آمد، اسحاق آمد، یعقوب آمد، اولاد یعقوب آمد، موسی، عیسی، بقیه انبیاء. روی سخن هم با محمد صلی الله علیه وسلم از خطاب به محمد است. پس ذکر همه انبیاء خدایی آمد. این انبیاء که ذکرشون آمد، یهود و نصارا در محبت همین انبیاء نتونستند اعتدال را رعایت بکنند، گرفتار شرک شدند. بعضی از انبیاء را فرزندان خدا قرار دادند، عزیر را، عیسی را. حال در این نحن له عابدون، نحن له مخلصون، نحن له مسلمون، فرق ما مسلمانان با یهود و نصارا هست. اگر ما بخواهیم این را به صورت جمله در بیاریم، مجموعه همین 3 تا جمله را ما به یهودی ها اینطور میگیم: ای اهل ایمان، ای مسلمانان، به یهود و نصارا و مشرکین اعلام بکنید ما به همه پیغمبران ایمان داریم، همه را احترام میگذاریم، همه را دوست داریم. اما دوستی به معنی نیست که اونها را عبادت میکنیم. همه را دوست داریم اما جلو یک معبود خم میشیم. و نحن له عابدون، فقط برای او جلو یک معبود تسلیمیم. و نحن له مسلمون، مخلص یک معبود هستیم. و نحن له مخلصون، معنیش اینه که ایمان به انبیا، محبت انبیا یه وقتی خللی در توحید ایجاد نکند. به این خاطر الله عزوجل بین ذکر انبیا بار بار می فرماید و نحن له مسلمون و نحن له مخلصون. له یعنی لله خاصتا لا لغیره. نحن له مخلصون، نحن له عابدون، به این خاطر هست.
لذا در اینجا باز هم خطاب به یهود هست و زجر و سرزنش بر اون هست. یعنی یا معشر الیهود و النصارى، ای جماعت یهودی و نصرانی، ام تقولون، آیا شما میگویید ان ابراهیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب و الاسباط كانوا هودا او نصارى؟ ابراهیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب و اولاد یعقوب یهودی بودند یا نصرانی بودند؟ شما اینطور میگویید. قل اانتم اعلم ام الله، شما بیشتر میدونید یا الله؟ شما عالم تر هستید یا الله؟ مسلمه که الله. و من اظلم ممن کتم شهادة عنده من الله. الله میفرمه کی ظالم تر، کی ستمگرتر از اون انسانی که کتمان میکند شهادتی را که پیش او هست، از جانب خدا هست. معلوم میشه که یک شهادتی را اونها مخفی میکردن. اون شهادت چیه؟ علما نوشتند شهادت التورات والانجیل على الانبیاء كانوا على التوحید والحنیفیه. شهادت تورات و انجیل اینه که انبیاء الهی، همه انبیاء که نام برده شدند، بر توحید و بر دین حنیفی بودند، یک سویی. یعنی و ما کان من المشرکین و ما الله بغافل عما تعملون. خداوند غافل نیست از آنچه که شما عمل میکنید. بازم خدا اون جمله را تکرار فرمود، تلک امه قد خلت. تکرار این جمله به خاطر چی هست؟ مبالغه هست. و همچنین یهود و نصارا و هر کسی که به آبا و اجداد افتخار می کند، اونا را الله میخواد سخت برحذر بدارد که به پدر و آبا و اجداد افتخار نکن، برای خودت فکری بکن، خودت دیندار باش، خودت عمل بکن، خودت عقیده صحیح اختیار بکن. چنانچه آلوسی فرموده تکریر لما تقدم، این تکرار اون جمله گذشته است. چرا؟ للمبالغه فی التحذیر. در واقع الله تعالی داره با تأکید و مبالغه بر حذر می‌دارد یهودی ها را، مسیحیان را. اما استحکم فی اتباع، چون در طبیعت اونها این مسئله نقش گرفته بود. در طبیعت اونها چی؟ این بود که من الافتخار بالآباء والاتکال علیهم، افتخارشون به پدرانشون بود و اتکا داشتند، اعتماد داشتند، تکیه داشتند بر پدرانشان. الله میفرماید به اونها تکیه نکنید، به دین و ایمان و عمل خودتون تکیه بکنید. تلک امه قد خلت، اونا جماعتی بودن که گذشتند، هر چه کردن برای خودشون کردن. لها ما کسبت، برای آنان است آنچه که کسب کردند. ولکم ما کسبتم، برای شما است آنچه که شما کسب کردید. ولا تسألون عما كانوا يعملون، شما بازخواست نمیشوید، شما سوال نمیشوید از آنچه که اونها عمل کردن. شما را از اعمال خود شما بازخواست میکنند، پس شما به فکر اعمال خودتون باشید. صدق الله مولانا العظیم.